خب ریتم گل یخ در واقع خیلی ریتم ساده‌ایه، فقط تمرین میخواد که من اینجا الان با مترونوم تمرین میکنم. مترونوم میذارم روی سرعت 130. ببین اگه آروم بخوام بزنم در واقع این آکورد، این نوع ریتم به 4 قسمت تقسیم میشه، یعنی 4 ضرب تقسیم میشه. ضرب اول که اکسنت داره، یعنی در واقع تاکید داره که سیمای بالا رو میزنه، و 3 بار هم سیمای پایین تر. یعنی من یک دو سه، یا 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. خب من با سرعت پایین ترم میزنم که باز یه تمرینی شده باشه. روی سرعت 100 میزنم. یک دو سه چهار، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. پس من در واقع به 4 قسمت تقسیم میکنم. 1 2 3 4. لطفاً برای حمایت بیشتر ویدیوها و کانال وند استودیو رو با دوستان خود به اشتراک بذارید.